من مثلا از فرزندم راضی نیم. نخود من همون بی پدرشون بر وقت مردگی. بی پدر 3 دختر کلان کردم. من این پسرچه از خانه دید ملوکتا گفته کلان کردم. 31 به در اومد. نخود که من آورده همینجا جا کنن و یک بار من خبر نگفتن. دختری دویمم بسیار من عذاب داد. خونی ما گرفت. اینجا آورده موند. و یا حیران موندن این مادر شما می؟ مادر من. همینجا جای کنی دنیا. این خانه ندارد. حالی که من خانه داشتم. گفت که شما به در کار نمی مادرتون. ما به در کار. میورا من دست می داشتم. کلان سال هم نبیره های چند ساله هستن؟ همه کلانیش پسرچه 14 ساله. بعد مادرش من داشته زد. این آمده خلاص کرد. پسرش زد. اینه بینید اوچی من از ایس است. نمیخواد که من شما طرف کنه گیرم. خیلی میورا من نغز میبینم. میخواید نزی نویرا را این بگیرم؟ میخوام نزی میورا را. میخوای رفتار و کردار دختران به من حیران. 3 سال از درگذشت مادرم گذشته باشد. فکر میکنم که 30 سال گذشته است. فکر میکنم که 30 سال پیرتر شدم. یعنی حیات قریب که معنیش گم میکنه. درست است که همسر، فرزندان، خویشاوندان دیگر، پدری بزرگوار شکر خدا در پهلو ما است. اما مادر، آن آلیه حسن، آن آلیه عشق، آن محبت، آن کوه استوار، او یکی برات معنی زندگی میدهد مادر است. پس مادران را دوست بدارید، مادران را احترام کنید. وقتی که در اویله فرزندان با مهر و محبت اویلوی کلان میشوند، اون مهر و محبت رو میبینند. ما باید به فرزندان خود، به نبیرگان خود اون مهر و محبت رو دهیم. اون رو دهیم با وجود اون که امروز در زمان معاصر ما وقت نداریم، نه که اون مهر و محبت رو دادن در کار است. وقتی که تو مهر و محبت رو به فرزندت میدهی، فرزندت نیز اون مهر و محبت رو میبیند که با چی مهر و محبت او رو به وایه میرسونی. ما در مثال والدین خود به آنها باید نشان دهیم که ما پدر و مادر خود رو چطور نگاه بین میکنیم، چخیل در دور پیریاشون به آنها رسیدگی میکنیم که امروز اون فرزندان ما اون کار ما رو دوام دیان. نیکی البته افسوس است که ما برای این کار رو برپا کردن ما بسیار مکتب ها رو به مرکز تکلیف میکنیم. ما بسیار دانشجویان رو از دانشگاه و دانشکده ها تکلیف میکنیم، چون که ببینند که در چنین مرکز ها هستند و در این مرکز ها میسفیدان یکه و تنها پدر و مادران هستند که آنها به مهر به محبتی فرزندی نیاز دارند و از پدر و مادر خود هیچگاه دست نکشند. بعضی وقت از فرزندان شکایت میشه که پدر من اخلاق ندارد، در جامعه مثلا مقام معزلت ندارد، ما را شرمنده کرده است، یا اینکه مثلا ایمان ندارد، یا اینکه مثلا نماز نمیخواند. ببین شریعت قانون قرآن نگفت که در کدام هیئت، در کدام شکل، در کدام مقام معزلت پدر قرار دارد یا مادر قرار دارد. گفت تو وظیفه دار هستی که به قدر اونا برسی. در عرفیت میگن که اگر خوب وانی شد، اصطلاح نادرستی در بین مردم قبول شد که خوگوانی کن، این حرف گی نیست. اگر اونها بد شدن خوب وانی کن. در اصطلاح دیگه میگن اگر خوگ شدند خوب وانی کن. اون نگهداری وظیفه عهده‌داری فرزند است. برای چی؟ برای همین حیات، همین سرگذشت از فرزندش تکرار می شود. درست است. با تکیه به تعلیمات قرآن و سنت همین گفتنی هستم که هر کسی پدر و مادر رو بی عذر، بی اساس به خانه پیران سالن سپارید و یا اینکه بی اساس نگاهبین نکرد یا در حتی نسپارید و در خانه به قدر و قیمت او نرسید، منزلت قائل نشد و احترام نکرد، صدها بار بدتر از این پدر و مادر می شود. از طرف فرزند رانده می شود، چهره منفور در جامعه می گیرد،
کسی اون احترام نمی کند، کسی دوستش نمی دارد، به هر کاری دست بزند برکت نمی یابد. تکرارم که شود گفتیم لفظ اوف هست و لفظ آق هست که در قرآن آمده است. مثلا امروز اصطلاح را مردم چنین فهمیدن که مثلا فلان را پدرش آق کرده است. آیا تو در کدام حال قرار داری؟ اول بدان که آق چی است. یا مثلا پدر از اون رنجیده است، تو در کدام حال قرار داری؟ کسی تلفن موبیلی پدر را زود نمیبردارد، این اوفی که قرآن میگوید که ولا تقل لهم اوفین، برای پدر اوف نگو، همین اوف را سبب میشود. هر فرزندی که خواه پسر باشه خواه دختر، اگر تلفن پدر و مادر را دیر بردارد، یک اوفی به پدر وارد میکند، یعنی در پیشگاه پروردگار گناهکار است. یا فرزندی که دیر به خانه بیاید و پدر و مادر را آگاه نکرد که من یک ساعت چند دیرتر میکنم زودتر میام، اگر خبر نکرد این اوف پدر وارد کرده است. یا فرزندی که در سفر میبراید، از جریان سفر تا رسیدنش به فرزند به پدر نرساند، این همون اوف است. ما با تلفن موبیلی آگاه هستیم، کسی زنگ میزند که مادرش شکایت میکند یا پدرش شکایت میکند که من بوی طعام خوب حس میکنم اما خودش هیچ وقت ندیدم. میگم چگونه ندیدی؟ میگه که فرزند بازنش در آشیانه دیوم زندگی میکند، وقتی با طعام در میدرد راست پیش همسرش میبراید، ما بوش حس میکنیم اما خودش ندیدیم. ببینید که همینی که امروز با ناز نعمت پرورده، اونا کی پرورید؟ این خدای حاضر و ناظرش نپرورید؟ این خدای حاضر و ناظر آه دل ندارن، همین آه دل اوف است، همین آه دل آق است. اگر 10 فرزند داشته باشد یا 20 فرزند داشته باشد، همین آدم ناکام می شود، بی برکت می شود. از سوی فرزنداش مثلا یک نفرت در قلب فرزنداش نسبت به پدر پیدا می شوند، چون که به پدرشان همین فرد، همین شخص به پدر خودش بی اهمیتی کرد. و این سنت الهی همین است. اگر خواهی که خوب با آبرو با برکت و سربلند زندگی کنی، باید پدر راضی باشد، باید مادر در حق راضی باشد. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که لا يدخل الجنه عاق الوالدین، عاق پدر و مادر هرگز جنت را داخل نمیشود، چی بماند به عذابهای دنیویش. هر کسی چیزی را سبب میکند که باعث غضب پدر و مادر میشود، این از جنت محروم است. در قرآن ببینید تعلیمات زیاد هستند. یک براتون مثال بیارم که ابراهیم علیه السلام خلیل خدا بود، لیکن پدرش بت پرست بود و بت تراش بود. ببینید با پدر چگونه مناسبت میکرد. یا ابتی، ای پدر جان، ای پدر جان، ای پدر جان، چنین مناسبت میکرد. و امروز مقام و منزلت پدر و مادر برای فرزند فرق نمیکند که چی مقام دارد یا ندارد، چی علم دارد یا ندارد، چی اخلاق دارد یا ندارد، ایمان دارد یا غیر مؤمن است، مؤمن است یا غیر مؤمن است، برای فرزند فرق نمیکند. این خدایی هست که فرزند باید سر و به قدر برسد، به خاطر که از بیخش که میسبزد یعنی فساد نشود. امروز باید در پدر و مادر احتیاط کند تا فرزندش را خوار و ذلیل نکند. از جمله مثلا خرخشه کردن، جنجال کردن 2 برادر در حضور پدر و مادر، یا صدا بلند کردن، یعنی سبب رنجش پدر و مادر میشه، سبب بی‌برکتی فرزند میشه. از همه بالاتر مثلا قهری بودن فرزندان. نوبستان که فرزندان در یک خانه زندگی میکنن یا به زندگی علاهده خودشان هستند، خودی قهری بودن فرزندان حتی نه اینکه رنجش به لفظ اوف بلکه با آق برده میرساند، باعث خشم و غضب پدر و مادر میشود، باعث که ناراضگی پروردگار میشود. حالا این فرزندان باید خودشان بدانند که قهری بودن هیچ ممکن نیست. برای آبادی آسایش زندگی خودش باید قهری نباشد، نه به خاطر پدر و مادر، که وقتی که همین قهرگی اینمو باعث قهرگی فرزندان باعث رنجش پدر و مادر میشود، حتی التماس پدر را رد میکنند که بچه‌م تو قهری نشو، قهرگی کار خوبی نیست، پدر کار خودت کن، مادر کار خودت کن، تو همین خیلی تربیتش کردی. باز پدر رو سرزنش میکنند، باز مادر رو سرزنش میکنند، عیب تو است، یعنی دوباره میرنجاند، بالای سوختن امکاب میشود. در برخی عائله ها این چیز به شک مشاهده می شود که پدر یا مادر یکی از فرزندان رو مثلا نسبت دیگر فرزندها بالاتر میداند، یا شاید از روی مقامش باشد، یا شاید از روی منصبداریش باشد، یا عموما از روی فعل و اطوالش باشد که از دیگر فرزندان مثلا فرق میگذارد و این باعث همون نافهمی بین برادران میشه و باعث مثلا شاید احترام نگردیدن پدر و مادر. آیا این پدرها مثلا حق چنین کارو دارند؟ ببین چنانه که پدر و مادر رنجش دارد، فرزند هم رنجش دارد. فرزند در پیش پروردگار رنجش دارد، حق برخورد اعتراض ندارد. فقط فرزند باید، یعنی پدر باید بداند که در آینده فرزندش می شود و در همینجا چهرش خجالتی نشود. تو چی میخواهی چی نمیخواهی،
از زبان گویا میمونی، از گوش شنوا میمونی، از چشم بینا و پای روا و دستگیرا میمونی، پیش پای این فرزند میافتی، تو فرزندت میشوی. پس ناعدالتی باید در بین فرزندان نکند. فرزند هم میتواند پدر رو عاق کند، نه به لفظ، بلکه در پدری که در حق فرزند کوتاه آمد، این پدر از دیدگاه فرزندش عاق میشود. حتی اگر پدر نام نیک، نام خوب با فرزند نگذاشت، در قیامت این فرزند گیرمگیر پدرش میشود. پس عدالتی در بین فرزندان این فرض است، حتمی است در خصوص پدر و مادر. کسی را بیشتر اهمیت و محبوبتر پندارد و کسی را کمتر، این خوب نیست. این هم یک پدیده نامطلوب است. در یک خانواده‌ای که شاید 5-6 نفر فرزند هستند، ببینید یک نفر سر قدرت میآید و حتما شهامت خاصه دیگر دارد نزد پدر و مادر و حتما پایانتر این نام جان علاوه می شود، چون نانآوری خانه است و اینا آفرینش که قدرت پیدا کرد، خواند، مطالعه کرد، وقتی خیش را بیهوده نگذران. ولی فکر کنم که اهمیت بیشتر دادن به یک اعضای خانواده اعضای مقابل را دلش را میشکنه. ولی من فکر نمی کنم که پدر و مادرهای ما خاصا مردم تاجیک میان فرزندها تفریقه گذارند، چون در خانواده ما 10 نفر که با هم بزرگ شدیم پس و پیش این گونه حالت ها رخ نداده بود و من می دیدم که توجه پدرم از همه بیشتر به دادری از من کوچکترم است، ریزالدین، چون من کمی کارگریز بودم و او که زیاد علاقه داشت با پدرم، همیشه همراهش کار میکرد، پدرم رو دوستداری میکرد و من همیشه فکر میکردم که پدرم مرا دوست نمیداره. ولی یک روز گفت که آخر تو پسری منی، فرزندی منی، از خونی منی، چگونه من نمیتوانم تو را دوست نداشته باشم؟